السلام علیکم شنوندگان گرامی. داستان راغون. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مراجعتنامه خود به مردم کشور 5 ینوری سال 2010 تأکید نمودند که راغون سرچشمه افتخار ملی هر یک فرزند تاجیکستان و رمز سربلندی امروز و فردای ماست. راغون هستی ملت ما و حیات و ممات دولت تاجیکستان است. در پرتو این سخنرانی سرور دولت اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسی داستان راغون را در قرائت قربان صابر تقدیمتان می سازیم. گفتار 18. ترانه مردمی از ذهنم خطور می کرد. ای دیل تو چرا خزینه غم شده ای؟ ای دیده چرا بهار پرنم شده ای؟ ای سینه چرا تو گشته ای پاره و ریش؟ ای قامت زیبا تو چرا خم شده ای؟ با دیدار سرمد و رفیقانش مشرف نشدم. به احمد نام اختصار شده روبرو آمدم. کمر را سخت بسته زحمت می کشیدم. پرزیدنت تکیه به خداوند و همه اهل وطن گفته بود که اگر بانک جهانی نخواهد هم راغون را می سازیم. شوخی و خوشگویی کردن می خواستم، ولی سخن بر سخن زم نمی شد. احمد به همه چیز اطراف به خاطر افسرده خیره خیره می نگریست. انصاف کشته شد. من دم نزدم. خیال می کنم که چیزی را از دست دادم که بسیار بی‌بها است. آخر راغون همه درها را برویم باز کرده بود. دلم مثال نوبهار بود. اکنون مرغ سینه‌ام بی‌بال و پر شد. من باز هم چیزی گفته نمی توانستم. عهد کرده بودم که تا راغون را نسازم از تلاش دست نمی گیرم. این عهد همیشه به من جان می بخشید. از فرط درد لحظه خاموش و ناجنبان ماند. راغون 10 فرزند مرا می خورم. من پدر هستم، باید غم 10 فرزندم را خورم. ولی من باز هم نمی خواهم که صحبت ما آهنگ حسرت داشته باشد و از آن بوی یأس و ناامیدی بیاید. از این رو خواندم: غروب آفتاب شرق طلوع دیگر دارد، سقوط فر جمشیدی فرید و نافر دارد. الا ای مار بردوشان وطن آهنگر دارد. از علی محمد مرادی. شنیدن این شعر همه را به هیجان آورد. احمد مات و محبوط راست می ایستاد. بعد او با اذیت باطنی خیش تاب نآورد و در چشمان او اشک حلقه زد. شما خوشبخته. چی؟ آره البته. با آواز خسته و غمناک گفت احمد: شما خطا کردید. بدبخت گفتنی بودید. نه، خطا نکردم، خوشبخت گفتم. هر کس که اشک ریخته میتواند خوشبخت است. و برای تقویت فکرم خواندم: امید نمی میرد اگر چشمی تری هست، تا ریشه در آب است امیدی ثمری هست. از رستم وهاب. کارگران حیران و مضطرب از او چشم نمی کندند. طبع احمد کمی بالیده گشت. در حال مویهایش را درست کرد، اشکایش را پاک نمود، سپس گفت: عشق راغون در سینه من هدیه تقدیر است. اکنون چی کار میکنید؟ از ناچاری وجدانم را نمی فروشم. هنگام غروب باران آمد. آدمان در چتر پناه بردند. به آسمان رو آوردم: یا خدایا، ملتی من منتظری چتر تقدیری تو است تا پناه جوید ز باران بلا. از محمد اقبال امام الدین. ها همه با چشم چار انتظار. خدایا به انتظاران امید تازه بخش. امید بستن چشمه است
از چشمه حیات. اولی اکتبر بر آغون آمدم. زمین و زمان بوی خستگی می کرد. از انتظاری و نامعینی خسته شده‌اند. خیریت خیرالله اسایف در شهر مسکو بوده است. البته راه خلاصی چاره رهایی می جوید. تصور کردم که چهرهش غمگین، چشمانش محزون. آخری این غم و غصه چی می شده باشد؟ با سرمهندس اکتمشاه شیرینبیکوف وا خوردم. هرچند غمی راغون خواب و خور بوده، کوه غم به دوشش بار کرده باشد هم قامتش مثل سربازان راست بود. با سرمهندس حکومتشاه شیرینبیکوف وا خوردم. هرچند غمی راغون خواب و خور بوده، کوه غم به دوشش بار کرده باشد هم قامتش مثل سربازان راست بود. سلام. دستم را فشرد و خیلی نگاه داشت. حیران و در تعجب از من چشم نمیکند. راستگاه بیقرار شدم چه پنداری به خود داشته باشد. نهایت با صدای پر از هیجان پرسید: پزمان شدید؟ خیلی پزمان شدم. هزار تشکر. هر کی ما را یاد کرد ایزید مرو را یاد باد. چرا در قیافتان از خوشبختی اثر نیست؟ نگاه او به کوه لغزیده، تبسم رازدار به لبش دوید. یک علاج می یابیم. روح بلندانه گفت او. مهمش سلامتیم. متخصصان چی؟ آنها را بای نمی دهید مگر؟ گناهگارانه به من نگریست. در قیافه‌اش چین افتاد. آه کشید و گفت: هیچ گپ نه، باز جمع می آریم. بار اول نیکو. آوازه شد که راغون را به روسیه دادند. سفسطه. گپ پوچ. راغون مالکیت مردم تاجیکستان است و آن را به کشور دیگری نخواهیم داد، ولی دیگر کشورها می توانند سهم گذارند. 20 فوریه خبر داده شد که روسل بر می گردد، ولی راغون نمی سازد. سال 2012 اسلام کریموف به ماجراهای عائلوی خود بند شده راغون را فراموش کرد. اما بوزبازی بانک جهانی ادامه یافت. ولی اول سال 2013 اسلام کریموف باز در سرخط رسانه ها قرار گرفت. خبری غیر انتظار و به گفت کارشناسان تا اندازه ناگهانی این اظهارات اسلام کریموف در جلسه حکومتی خود سنه 18 ینور بود که در دایره های سیاسی تاجیکستان واکنش های باز هم جالبتری داشت. او گفت که یگان نیرو نمیتواند میان خلقهای ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان تخمی کینه و عداوت کارد و وعده داد که با راه مکالمه سوی تفاهم را میان همسایگان برطرف خواهد کرد و وعده داد که با راه مکالمه سوی تفاهم ها را میان همسایگان برطرف خواهد کرد. این مشکلات تنها متعلق به ماست، ولی هستند کسانی که میخواهند مقاومت ها را میان ما تقویت بخشند و آنها به ما مشورت میدهند. انا آنها چه کاری بر ضد شما کردند؟ شما نیز ضربه جوابی زنید. و این گونه دیویرسندها مشاوران خیلی زیادند. سوالی به میان میآید که چرا؟ گپ در سر آن که در منطقه آسیای مرکزی 5 کشور صاحب استقلال جایگیر شده است و ما به استقلالیت آنها احترام قائلیم. اگر درباره دین ما اسلام و عموما ارزش‌های ما حرف زنیم، پس امکان آن وجود ندارد که ما را از هم جدا کنند. ولی قوه‌هایی هستند که می‌خواهند در جدای اندازی حصه خود را گذارند تا اینکه ما مشغول مشکلات خود باشیم، رشد نکنیم و به کشورها هیچ گونه سرمایه سرازیر نشود. شما خوب میفهمید من درباره چی میگویم. اساس این چیست؟ هیچ کسی آنها را نیروهای دیویرسیونی نمینامند. آنها یاورانند، میان روانند. میدانید میان روان در کجا لازمند؟ در بازار. کسی که فروشنده و خریدار را به سازش می آرد. اما در سیاست باشد، میان روان تنها منفعت‌های خود را جستجو می کنند. من گشاد و روشن اظهار دارم که
در این منطقه باید صلح و احترام همدیگر وجود داشته باشد. 1000 سال ما با تاجیکان، قرغیزها، ترکمنها و قزاقها در صلح و دوستی زندگانی کردیم و کسی نمیتواند ما را از هم جدا سازد. عجب است، بس عجب است، چه نیرنگ های میتوان بافت. اما این گپ به کسی گوی که تو را نشناسد. آب را لای کرده ماهی داشتن میخواهد. نخستین سفر سروزیر جمهوری قاهر رسولزاده به ازبکستان بود. در حزهای سال نوی هفته‌نامه تاجیکستان 26 دکبر سال 2012 این سفر چنین افاده یافت: ازبکستان رفتم و سوال کردید زان طرف سروزیر چی می آرد؟ دوستی می آرم از بحر شما، پچکه پچکه از سیگار و شکلات. اینک بانک جهانی 1 سپتامبر سال 2014 خلاصه نهاییش را نشر کرد. راغون کاملا بی خطر است و این لایحه را کم خرج‌ترین راه تأمین تاجیکستان با نیروی برق ارزیابی کرد. اجازت می‌دهید شما را تبریک کنم. سرمد نگاهی پر از افتخار و سپاس به پرچم پرتوافشان تاجیکستان دوخت و سپس لبخند زده گرم و صمیمی چرانه گفت: برق حقیقت شعله زد. دلشان از فرح و شادی به انتها گم می‌زد. در چشمانشان چقدر مهر و محبت نسبت به راغون جای داشت. همه چیز به مدار خود برگشت. سوختن با ساختن بپیوست. علم و حسرت او را اکرم برملا احساس کرد. عبدالمنان خود را به دست گیر. زندگی همین پر از شیب و فراز. سخن او را بریده سخت گفت: خیر چی کار کنم؟ اکرم با تمکین گفت: صبر. صبر؟ بله صبر کنیم کو از خدای عالم چی می آید؟ همش در دست خودش. امید از همه آخر می مرد. او به اختیار به زبان آورد: امید. و بعد این حرف در مینش به جولان آمد: امید چقدر مهم است در زندگی هر یک انسان. به امید زیستن در دنیا خیلی مشکل است. ما آدمان باید با امید زیاد زندگی بکنیم و فراموش نسازیم که هر صبح حتما آفتاب می براید و دنیا را منور می سازد و هر شام که آمد زیپه آن البته سحر می شود. هرگز ناامید نشویم و امید به آینده نیک بندیم، زیرا چنین می گویند: در ناامیدی ها بس امید است، پایان شب سیاه سفید است. پیش خود اقرار کرد: اکرم راست می گوید، امید از همه آخر می مرد. در زادگاه بابایی کاملا در چنگال بیرحمی غم و اضطراب قرار داشت و از آن هیچ رهایی نمی یافت. کاری که انجام میداد مشغول شدن به چاروا و زمین و درختان حولی، یاری به همسایه ها بود. اما چیزی به او آرامی و آسودگی و آسایش بخشیدن نمی توانست. شعله خردکه امیدی که در دل داشت عاجزانه میلت میلت می کرد و همواره صدای به گوشش می رسید. صدایی که هیچ خاموش نمی گشت. صدایی که همه صد را رخ نمی کرد. این صدای وحشی پر اسرار و پرطغیان بود که او را سوی راغون می خواند. اما او عاجز بود. گویا از راغون کنده شده بود. اگر وی مثل وحش به کجا رفتنش را می دانست، آنگاه او پا را مانده به سر می دوید. اما اون نمی دانست نزدیکی و به کجا رود. هر روز به نظرش چون سال طول می کشید. روزی به سراغش مردی قامت بلندی لاغرندام آمد. دست داده سلام کرد و به گپ در آمد: بیا شناس شویم. من نماز مختارف.
اکای نماز گویی می شود: من عبدالمنان. می دانم گفت اکای نماز: چه حال داری؟ زیغ کن نشدی؟ دل عبدالمنان جیغی کرد و شبه آمیز به او چشم دوخت. می دانم. با تبسم گفت اکای نماز: مایوس و محزون هستی، از زیقی جای نشست نمیابی. برحق هیچ چیز مدهشتر از بیکاری نیست. در کجای خوانده بودم که شیطان برای دستهای بیکار کار پیدا می کند. پروا نکن، من تو را از چنگال شیطان رها می کنم. چه خیر؟ به مرد رو آورده با آهنگ حیرت پرسید عبدالمنان: با من به شوگناو می روی؟ جواب داد اکای نماز و افزود: خودت تنها نه، با بیلزت البته. این چی؟ خواهش یا حکم؟ با آهنگ سرد و ستیز پرسید عبدالمنان. اکای نماز با لبخند گفت: همچون حکم قبول کن. عبدالمنان در حال سوال داد: کی چون این حکم برآورد؟ وی هم همانا پاسخ داد: من. عبدالمنان با عجله پرسید: کی به شما چون این حقوق داده است؟ پاسخ اکای نماز آرام و با اطمینان بود: سروری ساختمان راغون. گفت: کی؟ گفت: سید امیر سیامردف. وی در حالت اضطراب گفت: به هیچ کجا رفتن نمیخواهم. اکای نماز شتاب زده گفت: تو به این شبهه داری؟ مرحمت، انا امر. به کاغذی دراز کرده اکای نماز نگاهی نکرد، حرفی هم به زبان نآورد. خاموشی به میان آمده را اکای نماز از میان برد. ما در چی خیال، فلک در چی خیال. ما در پی آبادی، فلک ویرانکار. باز خاموشی به میان آمد. عبدالمنان به یک نقطه دیده دوخته بود. عبدالمنان وی خاموش بود و نگاه از همان یک نقطه نمیکند. از عطسه اکای نماز به خود آمده. سلامت باشه گفت. تشکر گفت اکای نماز و غیری چشم داشت پرسید: مگر تو نمیخواهی زادگاهی باباییت را ببینی؟ از این حرف او تکان خورد و فوق العاده در اضطراب افتاد. چون به خود آمد اندیشه به چنگ خود گرفت. او را بی اختیار به یاد بابا کلان بود. گویا بابای بدل از نو زنده شد. این حرف پدر در مینه‌اش به جولان آمد و از این در خجالت شد. اکای نماز به او نگریست. وی را از شرم سرخ شده دریافت و لجام سخن را به دست گرفت. خوش کنی گپ زن؟ بوی زادگاه بابایی به دماغت زد یا نه؟ آیا برای اجرای امر کافی است؟ می روی یا نه؟ احساس کرد که دیگر قدرت مقابلیت ندارد. نهایت آسایش یافته اندیشید: آخر چرا نه؟ همینک علاج دیگری در دست ندارم. تبسمی گردی لبانش پدید آمد. اکای نماز گفت: پشیمان نخواهی شد. اما این گپی او خطا برآمد. صرف نظر از آن که عبدالمنان زادگاه بابایی را دوست می داشت، خود به خود گفت: اینجا جای من نیست. باز غم و غصه به او یار گشت. یاری جانی شب و روز با او بود. لحظه رهایش نمی کرد. به او چیزی نمی رسید. چی؟ یافت. راغون نمی رسید. بی راغون باطنش سرد است. افق از رنگ سرخی بلند در می گرفت. عبدالمنان با قیافه غمزا: برادر قهرمان من، گویان ماشینش را نوازش می کرد و بوم می کشید. نفری از دوستان حالت او را مشاهده می کرد. تعجب کرد. بعد پرسید: ای بچه، تو چی کار می کنی؟ عبدالمنان از عمق دل نفس بدر کرد و گفت: بوی راغون می کند. دوستش نخست در شگیف ماند، پس آن گفت: ای بچه، دیوانه می شوی؟ وی کوتاه پاسخ داد: آره. وی این پهلوانی پولادین پیکر را دوست می داشت. برادر خوانده بود آن را. یک نمودش او را به وجد می آورد. او بود و بیلز، بیلز بود و او. گویا وی همراه بیلز از این جهان کنده شده در جهان دیگر پرواز می کرد. گذشت وقت را حتی احساس نکرد.
در شوگناو شام فرامد. هوا تیره گشت. شبی سیاه او را به آغوش گرفت و او اشک ریخت. مو به مو ناله کرد، اما دلش هیچ خالی نشد. دستانش را به دعا برداشت. خدای مهربان و توانا، راغون را احیا نما. وقت می گذشت و راغون احیا نمی شد. غصه و غمش مثل ابری از قبله خسته تا رفت غفستر و سیاهتر می گشت. نهایت با دل سرشار از اندوه شوگناو را ترک کرد. رو به روی راغون قرار داشت، اما راغون را نمی شناخت. بین آنها آنقدر مسافه نبود. با او چنین می نمود که آنها را هزارها کیلومتر جدا می کند و او در حالت شگفت آهسته ندا زد: راغون. جوابی نشنید. راغون یخ بسته بود و او از قعر دل فریاد کشید: راغون، 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 راغون. اما راغون به او جواب نداد. مال و اموال راغون غارت شده بود. کاملا در چنگال اضطراب افتاد. درد جدید در قلبش افزود. از دیدن این منظره خاریش آمد. از عاجزی زار زار به صدا گریست. باد تسکینی کوها را به گوشش رساند: گریه نکن بهادر، گریه نکن. ای شما کوها، کوها ماتم داشتند. یا کوههای بزرگ. در قله های برف پوش صدای دهشت انگیزی باد به گوش می رسید. سنگین ترین دقیقه های حیات خود را از سر می گذراند. خسته گشته بود. دیگر نیرو نداشت. تاجیکستان برایش تنگی کرد. با طلوع خورشید رو به کوه آورد: ای کوههای بزرگ، به من دعا دهید. به کشوری دور می روم. و او به روسیه رفت. او را خوش پذیرفتند. هنر جوهر انسان است. آدم را خوار شدن نمی ماند. گفته حرمت و عزتش را به جا می آوردند. بله، گلی سری سبد بود، اما بس شبها میژه ته نکرد تا روز گویا مولای روم به او تأکید کرد: خاموش کن و بگزین تو یک جای قراره، کان جا که گزینی ملک آنجا نشاند. راغون احیا شد. دل راغون از نو بزدن آغازید و او را آوا کرد: بیا بهادر، تو را محبت انتظار است. چون کبوتر سوی راغون پرید. باطنش از سعادت جوش میزد. بار اول در طول چند سال آخر خوابی براحت رفت. تنها یک بار بیدار شد و به ماه نگریست. زیباست گفت و از نو به آغوش خواب شیرین افتاد. صبح خود را بردم و خوشحال احساس میکرد. طبعش چاق، اشتها به قول خودش کرنی. عالم را زیبا دریافت. چابکانه از خانه برآمده به سوی ساختمان روان شد. از خانه او تا ایستگاه ماشین‌های راغون راه راست میرفت. عبدالمنان صدها بار نه، هزارها بار آن را طی کرده است، اما حالا چون تیر آن را طی کرد. نباشد چه؟ راغون به دل پر امید او بال و پر بخشید. سلام راغون، ندا زد او. سلام، من آمدم. خوش آمدی. راغون باز او را به آغوش خود گرفت و او تا امروز که مثل یخ بود از محبت راغون آب شد، آبی روان. انجام. اگر بخواهیم همه اوراق رنگین عبدالمنان شریفوف را یک به یک قصه کنیم فرصت هم نمی رسد. از این رو آخرین سؤال را به او دادم: راغون چیست؟
پاسخ چنین بود: یک پاره دل من. آره، این حقیقت است و من خیلی خوب درک کردم که عبدالمنان شریفوف یک راننده عادی نیست. در مکتب راغون چون پولاد آب و تاب یافته، نیرومند و توانا گشته است و برای بخت و سعادت مردم تاجیک عرق جبین ریختن را مایه افتخار می داند و این بیت به اختیار به زبانم آمد: سرنویشتش را کسی با سر نوشت، زندگی آن را پسان با زر نوشت. از نظام قاسم. شما خوانش بدیعی را از روی اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسی داستان راغون در قرائت قربان صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجیف. پایان گفتار 18